السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما با این نماز خود دروازه پروردگار را تق تق دارید. وقتی نماز خوان پیغمبر خدا میگوید بالای گوشه زمین می ایستد و نیت میکند برای ادا کردن نماز. وی همچنان از گفت پیغمبر که دروازه پروردگار را میزند. وقتی دروازه پروردگار که زده شد، این معروف و مشهور است که هر دری که کوفته شود و البته کشاده می شود. شما با این نماز خود دروازه پروردگار را تق تق دارید. روز از روزها این نماز شما اون دروازه را کشاده می کند. خوش به حال اون بنده که دروازه پروردگار برای او کشاده می شود. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب و خسر. پیغمبر خدا میگوید ای بندگان خدا، روز قیامت وقتی که شما زنده گردانیده میشوید، اول ما یحاسب به العبد، اولین محاسبه شما، اولین حسابات عمر شما از نماز سر می شود. از بنده پرسیده می شود آیا نماز در دنیا خواندی؟ فإن صلحت، پیغمبر خدا میگوید وقتی که اگر نمازهای شما با صلاحیت باشد، یعنی نماز باشد که تو از ذوق خوانده باشی، از شوق خوانده باشی، نماز باشد که از برای خدا خوانده باشی، فقط افلح و انجح. پیغمبر خدا گفت که این انسان وقتی که از حساب نماز که اگر نجات یافت، دیگر آینده حسابات این بنده نیک می شود، آسان می شود. ولکن در دوام حدیث پیغمبر گفتند اگر گفتند و این فسدت، اگر نماز باشد که نه برای خدا باشد، نماز باشد که تا که مسجد روم برای وقتی خدمت گذرانیدن، یا رفتن نماز خانم تا که مردم مرا گوید که نماز خواند، یا در بین مسلمان ها در آیم و نگاه کنم که کنی اون داملا چی میگوید، رفته در اداره های دخلدار خبر دهم و روم سیاه کنم در دنیا و در قیامت که هر روز از این مسجد ما هر سخن ها میبرند، هر روز. الان که الحمدلله اگر این سخن های ما را حقانی برده رسانند، برای ما مکافات میدهد حکومت. لیکن صد افسوس از حسد و از بخل بیچاره ها ترکیده ایستادند. اگر با این نیت آمده باشد، پیغمبر گفتند خاب و خسرت، ناامید شد و ذلیل شد و خار شد. نماز این هدیه معراج است. نمازی که پیغمبر بهر ما و شما آورد، این از معراج آورد. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سوره اسراء. پاک و منزه و بی‌عیب است آن پروردگاری که سیر داد بنده خودش را، یعنی محمد را، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، از قسم شب از خانه ام هانی، از مسجد حرام، از مسجد مکه مکرمه به مسجد اقصا به فلسطین برد. چه مبارک پیغمبر نصیب ما و شماست که این گونه سیری که با این گونه بنده خود خداوند کرده است به هیچ پیغمبری نکرده است.
شب برنشست از فلک درگذشت، شب برنشست از فلک درگذشت، و تمکین و جا از ملک درگذشت. در یک شب نشستگی پیغمبر تمام فلک های دنیا را گذشت. تمام این 7 طبقه آسمان و زمین پیغمبری خدا گذشت رفت. با تمکین و جا از ملک درگذشت. ملائکه مقرب ترین درگاه الهی حضرت جبرائیل، آن موضعی که محمد صلی الله علیه و سلم طی کردن، جبرائیل رفته نتوانست. حتی گفت لو تقدمت شبرا لاحترقت. محمد این جانبش حق توست، اگر من یک وجب پیش روم هر آینه این 600 بال من می سوزد. اون جانب حق توست. خداوند چگونه محمد را مکرم ساخت، چگونه امتی او را عزیز شمارید. سعدی میگوید مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. ای انسان میگوید تو چی قدر داری، چی منزلت داری، که حتی که جایی که انسان رفت ملائک رفته نتوانست. جبرائیل با بالهای خود، با این مقرب بودن خود، جایی که انسان رفت، جایی که آدمیت رفت، اینها نتوانستن رفتن. چی شد که تو اسیر دیو ماندی؟ چی شد که تو پیرو شیطان شدی؟ چی شد که شیطان بالای تو مسلط شد، بالای تو ظفر یافت؟ مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت؟ حضرت میگوید طیران مرغ دیدی؟ ای انسانی که تو اینقدر بی عقل هستی، ای انسانی که اینقدر تو منزلت اختگم کردگی هستی، طیران مرغ دیدی؟ پریدن مرغ را دیدی و آرزو کردی که کاش که من هم مثل همین پرنده در هوا بپرم؟ طیران مرغ دیدی؟ تو زی پای بند شهوت بدر آی تا ببینی طیران آدمیت. ای انسان میگوید تم از شهوت خالی شو، تم راه های شیطان دور کن، تو هم به سوی پروردگار بنده صادق شو. نظر کن انسان چقدر پرواز میکند. لیکن هزار افسوس که امروز انسان است نامش، امت پیغمبر است. امروز امت پیغمبر الحال در بازار در دکانش نشسته است، حالان که خدا ندا دارد که به نماز جمعه بیاید، اینجا نجات است. امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم در خانه خواب است، به یادش نماز جمعه نمیزند. امروز امت محمد بیل در دستش در زمین کلن دارد، اینجا نماز جمعه سپری شده ایستاده است. امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم مزار حضرت سلطان می رود در روز جمعه. باز پیش من میاد دعات مزار حضرت سلطان برای تو امروز ضرور نیست. امروز برای تمام مردم مسلمان نماز جمعه ضرور است. تو در هر قدمی که به سوی حضرت سلطان میزنی تو گناهگار میشوی، تو ثواب نمیگیری. باز بیچاره جاهل و نافهم میگوید مرا گفتن روز جمعه زیارت وی ثواب است. این نماز هدیه معراج است. انس ابن مالک میگوید از پیغمبر خدا که ففرض الله عز وجل على امتی 50 صلاة. پیغمبر خدا گفته بود است که در شب معراج وقتی که من نزد پروردگار خود رفتم و با پروردگار خود وقتی ملاقات کردم، خداوند بالای من 50 وقت نماز را فرض گردانید. 50 وقت نماز هدیه داد.
خداوند این 50 وقت نماز در دست رسول اکرم داد که اینو برده بر امتانت میرسانی و 50 وقت نماز را در یک روز میخوانید. انس ابن مالک میگوید که پیغمبر دوام دادند این حدیث را گفتند فرجعت حتی مررت بموسی علیه السلام. وقتی این هدیه 50 وقت نماز را گرفتم از نزد خدا، پس از نزد پروردگار خود بیرون شدم، آمدم از نزد حضرت ابراهیم گذشتم، در طبق پایانگی که حضرت موسی بود به نزد حضرت موسی رسیدم. حضرت موسی کلیم پروردگار از محمد سوال کرد ما فرض الله لك علی امتک، خداوند بر تو چی هدیه داد؟ گفتم 50 وقت نماز. حضرت موسی که پیغمبر خدا گفته است ای امتی من دائم دعاگوی حضرت موسی باشید که یگانه پیغمبری که در شب معراج مرا یاردم کرد این موسی بود. حضرت موسی چی گفت؟ فرجع الى ربک یا محمد فإن امتك لا تطيق ذلك. محمد صلی الله علیه و سلم، اولا خوش آمدی، این بهترین سفری هست که خدا بر تو نصیب گردانیده است، لیکن من بر تو نصیحت میکنم که پس گرد نزد پروردگار. 50 وقت نماز این خیلی زیاد است، امتی تو طاقت 50 وقت نماز ندارد، پس بگرد. فرجعت فوضع عنی شطرها. پیغمبر خدا میگوید وقتی موسی که این سخن گفت من هم 50 وقت نماز داشتم، نزد بنی اسرائیل پیشنهاد کردم، امتان من عاجز آمدند، همه گناهگار شدند. از این خاطر از تو برادر محمد طلب میکنم نزد خدای خود برو و این نماز را بگو که به کم عددش کم کند، زیرا امتی تو طاقت ادای این ندارد. رسول اکرم میگوید گشته آمدم نزد پروردگار، زاره و تولا کردم، خداوند از من 5 وقت نماز را بخشید، در بعض روایت 10 وقت نماز را بخشید. فرجعت بذلك قلت یا موسی وضع عنی شطرها. آمدم نزد حضرت موسی گفتم موسی برادر، خداوند از من 5 وقت نماز را گذشت، به 45 رسانید. حضرت موسی چی گفتند؟ ارجع الى ربی فاسأله التخفیف. محمد صلی الله علیه و سلم باز پس گرد، زیرا که 45 وقت نمازم این نمازی زائد است، از پروردگار تخفیف طلب کن، سبکی طلب کن، باز کم کنه. پیغمبر خدا میگوید بازگشتم نزد پروردگار خود، فلم ازل ارجع بین رب تبارک و تعال و بین موسی علیه السلام. پیغمبر میگوید که من بین موسی و بین پروردگار خود 9 بار نزد خدا رفته آمدم، 9 بار برای همین امت، تا که امتی من گناهگار نشود، تا که امتی من شرمسار در روز قیامت نشود. نزد خدای خود میرم، زاره میکنم، تولا میکنم. آمدم گفتم موسی 5 وقت شد. حضرت موسی چی گفتند؟ محمد گفتند ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق. محمد گفت من باز از تو خواهش میکنم، پس گرد که امتی تو 5 وقت نمازم نمیخواند، پس بگرد. حضرت موسی با نور نبوت دانستند که امت پیغمبر، امت محمد 5 وقت نمازم طاقت ندارند. امروز برای ما و شما سخن حضرت موسی درسی تیار است. کنی خانه ای که خالی از بی نماز باشد، در هر خانه یک بی نماز یا 2 بی نماز یا زاید از این وجود دارد، کم از خانه ای که
همه مکملا نمازخوان باشد کم از این خانه. پس کرد گفت 5 وقت نمازم زائد است. رسول اکرم چی گفتن؟ استحییت منه. موسی گفتن گپی شما قبول، لکن به عظمتی خدا قسم که دیگر شرم می‌دارم، شرم می‌دارم که از 5 وقتم این نماز کم کنم. خطاب آمد یا محمد انهن 5 صلوات لكل يوم وليلة لكل صلاة 10 فكذلك 50 صلاة. میگه صدای آمد که ای محمد حبیب من، رو گفت پایان رو، دیگر پیش من نیا. این 5 وقت نمازی که بر ذمه تو ما فرض گردانیدیم در یک شبانه روز، تصور کن که در هر یک نمازش 10 نماز ثواب داده می شود و برابر می شود به همون 50 نمازی که من در اول در ذمه تو فرض گردانیدم. 5 وقت نماز کدام بنده ای که می خواند تصور کند که همون 50 وقت نمازی که هدیه‌ای که خداوند به پیغمبر داد، ثواب همون ما و شما نائل می شویم. حضرت ابوذر غفاری که یکی از صحابه های کرام بود، میگوید زمستان بود، میگوید بیرون خنک بود و فصل خزان ریز بود. با همراه پیغمبر خدا میگوید بیرون از خاندان شدیم. والورق یتحافت، نگاه میکردیم که برگ های درختها بر زمین افتیده ایستاده اند. نزد یک درخت رفتیم، فاخذ بغصن من شجرة فجعل ذلك الورق يتحافت. ابوذر غفاری میگوید پیغمبر خدا دستی مبارک بلند کردند و یک شاخ درختی را قپیدند که ورقهای او، برگهای او همگی بر زمین ریخت. فقال یا ابا ذرین قلت لبیک یا رسول الله. میگد فریاد زد ای ابا ذر، ای ابو ذر، گفتم لبیک یا رسول الله. ان العبد المسلم لیصلی صلاة یرید بها وجه الله فتحافت عنه ذنوبه كما تحافت هذا الورق عن هذه الشجره. پیغمبر خدا گفته بود است، ابوذر گفته است وقتی که بنده مسلمان طهارت میکند با مقصد که نماز من ادا کنم، فتحافت ذنوبه، گناههای وی میریزد. چگونه که این نوده درختی که من داشتم و همه او ریخت. وقتی بنده مسلمان اراده نماز میکند و با این نماز خود میخواهد که با خدای خود نزدیک شود، گناههای وی مثل ان همین برگهای درخت از وجود وی میریزند. شما با این 2 رکعت نمازی که الحال از فرض جمعه ادا میکنین با همراهی این 8 رکعت سنتی که ادا کردین، از روی این بشارت پیغمبر خدا در وجود شما دیگر گناه نمیماند. شما اگر در نماز دیگر تا نماز عصر اگر جان شما را اگر خداوند قبض کند، شما مثل همون فرزندی که از مادر تولد شده است مثل همون هستید. زیرا رسول اکرم میگوید که الصلوات الخمس والجموعة الى الجموعة والرمضان الى الرمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. پیغمبر خدا چی گفتند؟ از نماز تا نماز، نمازهای 5 وقته که داریم بامداد ادا کردیم تا نماز پیشین، نماز پیشین ادا کردیم تا نماز عصر. اگر در بین همین نمازها رسول اکرم میگوید یا از جمعه تا جمعه، شما جمعه را خواندین، جمعه گذشته را تا این جمعه
رمضان سال آینده را گرفتید تا این رمضانی که در ماه اکتبر می آید. هر گناهی که شما کرده باشین مکفرات، خداوند همه اینا چیکار کرد؟ نابود کرد. اذا اجتنبت الکبائر، اگر شما دیده و دانسته گناه کبیره نکرده باشید، گناه های کلان اگر دست با قصدن نزده باشید، خداوند در بین این 5 وقت نماز، در بین رمضان تا رمضان، در بین جمعه تا جمعه گناه های شما را خدا مغفرت میکرد. با احترام چی؟ با فضل چی؟ با فضل نماز. وقتی شما نماز میخوانید این گناه کرامات ها را خداوند بر شما نصیب میگرداند.